با کلیک راست تکونش بده. نارنجک ها رو بنداز بده ما. نه اسکال رو داری. اینو چیکارش کنم؟ نمیدونم بدش تو دستشویی. بیا ببین بشین اینطوری میشینه همونجا بمون. نوزده مسعود پیاده شو. مسعود 19 کی پوله. ساکت شد. بابا چه اردک پشت سرت مسعود. میدونم بریم مستقیم استرکشن. بیایم در اشو ها سکیرو سخته؟ نه نه اصلا بابا مسعود به نظر من آسون ترین بازیه که تا الان بشریت ساخته. نه خیلی آسونه است. میخوام از نظر تو بپرسم از 1 تا 10 چند میدی؟ از قطعا 1. اصلا خیلی آسونه. اصلا راه میری هم تو بازی میره جلو. درست. نیاز نیست اصلا. A few inches later. من سکیرو مینی باس اولش هنوز نتونستم بزنم. داداش اونو نتونستی بزنی. یارو هست کنم 2 تا فیز داشت اونو من ندادم. ببین مثلا خیلی سخت بود. ناموسن. آره من این باس اصلا بابا شما نوبید من میام همشونو براتون میزنم. بیلش تو بزنه حرف بزنه ببین بچه ها الو اصلا همه چی عوض شد. چرا وقتی حرف میزنم داره این میاد. حاجی من تا الان اینا رو نمیدیدم. اصلا موسم رو صفم نبود. حالا بذار بریم تو گیم میفهمید چی وایسا ببین همین درجت وایسا درجت وایسا سلام بکن نخور سلام برید عقب نجاست ها. مسعود چرا صورتی هستی مسعود؟ یادتون بدم چرا صورتی هستی؟ مسعود بشین. بشین اینطوری میشینه همونجا بمون. همین بیا گیمو میخوام یادت بدم. هاتکی ها چجوری عوض کنم؟ تو توضیح بده. چی؟ هاتکی هامو چجوری عوض کنم؟ هاتکی من پس دروغ میگم. الان ما چیکار کنیم؟ بچه اگه از هم دور شیم صدامون برای هم دیگه نمیاد. پس هممون میشستیم هم دیگه. مسعود نوب سگه. الان صدات میاد. میدونم. چی میاد؟ برو کنار. چقدر پول داریم رضا؟ اوه بیاین مسعود نوب سگ تو کلم چرا بکندی اینو؟ این الان حقشه که بندازیمش زمین. نکن بیشرف نکن کثافت نکن. تو هم رضا نکنه دیوسا دارن با من بازی کنیم. نکنه دیوسا. همین پول دیدی به چسب داخلی اتاقی داخل یه جا قایم شد نبینه اینجوری ولش کن. تو ولش کن اسپیس بزنم تو بلند شه. بعد یه چیز دیگه با کنترل نمیشه. مثلا کنترل نگه دارم میگم کنترل شیفت نگه دارم. چیه؟ مسعود ساکت چی؟ همین رو بس کنی وسط اتاقی. Hello, it's me. مسعود
سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن بار دیگر عرض تشکر. یو آقا چطورید بچه هم استریمر هستم، خوش اومدید به ویدیو جدید. و بچه ها داخل این ویدیو خیلی قیافه دهنت باز میشه، به من ربطی نداره. خیلی خوب بچه ها داخل این ویدیو اومدیم بازی پرو باد بکنم و بله من سر جوین دادن به این فکرم بعید میدونم نظارمش جر خوردم. بریم تو گیم. ببین مسعود موقعی که ما دوتا حرف میزنیم دهن کاراکتر 1 میلیمتر باز میشه، همین که حرف میزنه دهن کاراکتر 90 درجه میزنه برمیگرده. بخاطر همین میاد تو صورت آدم دهنشو باز میکنه میخنده. برو جلو. رضا اینو بیار. مسعود دست قبلی چرا مردی؟ خب کش منو. خب بعد شانس بودیم، قوی ترین پاس اومده بود تو لول 1. ببین همین اگر یکی باید کلهشو برداری آروم. خب میایم اینجا ای دمت گرم. خب در روز بش زندانی شده. خب بفرمایید در رو بسته پی. لطف یه چند تا نارنجک اونجا اونا رو بیارن. برسون بزنید. خب اینا چیکار کنم؟ نارنجکا رو بنداز بده ما. نه اسکل رو داری. چشاش بزرگ شد. چشاش درست شد. چشام چی شد؟ خب بزن به اون منم ببینم حداقل. بیا. بیا به خودم هم میزنم، به خودم هم میزنم. بده من بهت بزنم، بده من بهت بزنم. نه خودم بزنم. بده من. بزن ادامه بده. يقول 17 5 2013 الله اكبر الله اكبر. آب همون داغه، بیا لیفت بزن. بیا من که اومدم. بیا چرا که نه بیا خم شو نه بیا بیاید اینجا بشینید. خاک تو سرت مسعود. رضا بیا اینجا. اصلا نمیدونم این چی شد ولی یه چیزی شد. جاذبه رو خاموش میکنه. رضا بیا اینجا. بیاید اینجا بشینید. چیکار کردی رضا؟ چیز خوبی میخوام وای پول نداری. رضا به ما بده. بچه ها نکن. منم بازی. مسعود مسعود کش. رضا وایس حالا من نزنی به تلفنی. رضا کرم نریز. رضا کرم نریز. رضا خب جون ما نصف کردی. اوکی خیلی خوب شد، راضیم. من الان اندر شاپ تنها ام خب و میتونم هست بخوام
بخرم اینا چیه؟ من از قیافه این خوشم اومد. نمیدونم چیه، میخوام واقعا چی این یکی. خب اینو میخریم. جون. خب دقیقاً شد اندازه پولی که میخواستیم. چی نمسو چی داری میگی؟ حمله یعنی چی؟ آقا وایسه ببینم. خوش مسعود اینو بگیر. امین خب دوستان عزیز داشتیم میگفتیم بزنیم آیتمایی که خریدیم کجاست. حلی. اوکی بچه بذارید بنده شروع بکنم. بذار من خودم بیام نزدیک. اوکی مسعود نکنه اینجوری. مسعود آقا خداحافظی که ما رفته بودیم داخل یزد. این مسابقه فرهنگی به یه تربیت بدن داخل یزد بود. داخل یزد بذارید این آدم تعریف بکنم. داخل یزد رفتیم یه آزمون چیز داشت. اول که بعد لخ می‌شدیم. ها؟ امین نوحو بزنید. امین چی داشتم؟ برای تغییر دادن جدی بعد یه چیزا بسنجن میگن آقا چجوری وای میسی و این چیزا. بعدش رفتیم داخل یه چیه؟ به منم بچون بدین. یه لحظه نه همونجا وایسا بی جلو من یه چریک بکنم. برو گم شو ببین دایس. او اول کار که ما وایساده بودیم بعد بارفیکس می‌زدیم. خب بارفیکس یه میله ای وسط بود بعد می‌رفتیم بارفیکس می‌زدیم. آقا من رفتم بارفیکس زدم. خب این افتاد. این خماره تریاک کشید. آقا نگاش کن. دیدی چی شکلیه بود؟ مسعود به اینجا بایستم تعریف میکنم. خب بگو. آقا اول کار که ما رفتیم ما ایجوری داشتن دیگه. این نگاه دقیقاً چشماش مثل چشمای این الان من بود. این شکلی بود. نگاه این شکلی. کی؟ اون کسایی که میخواستن در اون مصاحبه بگن. خب این شکلی بودن. خب بعد رفتیم اونجا من بارفیکس بعد میزدم. خب داخل 20 ثانیه بعد بارفیکس میزدیم. من داخل 20 ثانیه 20 تا زدم. چشاشو این شکلی شد این شکلی. بعد این شکلیش هم به هم یه نگاه میکردن اینطور همینطوری. خب بعد آقا گفتم خدایا چند زدی که داخل 20 ثانیه 20 تا داداش بارفیکس. سریع‌تر نمیتونستی بزنی؟ داداش سریع‌تر از این نمیشد. خب یه رفته اصلا دیگه اینجا نیه. الو یه الان تو فضاه. رضا یکم شاتو باز کن. شام مرده. اوردوز نکرده مثلا بدش کن. تنفس مصنوعی. نه زنده شد. رضا بگو هر چی زده بودیم پری. بذار الان که کنم بیدار میشه. بذار این خود جمعه کنی. بذار خدا پریش بکنم دیگه. رضا کوش. رضا مرد. اوه بالا سیگاش کنم. این ما دیگه دستمو بشتی رضا چی؟ رضا چه رضا بیا پایین. رضا اگه نیایی پایین رضا من نگاه کن تیشمو تیز کردم برات. دریوس بیا پایین. رضا بیا پایین. رضا منم دارم خواه میشم. همین بار کنار. این مرده. 100% مرده. این مطمئنی کلش نه چی شاکی باز کردی خورده. زنده ای رضا؟
کنم داره اون فضا برمیگرد. بازم رفت. مسعود برخ رضا جان رضا گیری کن براش مرده. نه یه دقیقه با این چشه گریه نمی کنن بذار اینم نه آها همین خیلی باحال اینطوری هست. رضا رو نگاه رضا سلام رضا بیدار شد مسعود همین خدا لعنتش کنه. چشاتو این شکلی کن رضا بیدار شد نخو بزن بی خمار شد الان جفتشو خمار شدن یعنی الان جفتتو خمارید رضا سلام باهونه قشنگی من برای زندگی. خب بگو همین ولش کن اونو کاری نداشته باش ول کن. این مطمئنی الان هنوز داره فکر کنم داره از اون رفته فضا ولش کن. عجب آره زاویه‌ایه همینجا بس اسکرین شات بگیرم. همین برو صاف شد. رضا صاف من نگهش میدارم بس من نگهش من تو برو میخوام داخل لیوبی رو هوا برو سعید برو الله اکبر اومدی. حالا بذار من بس گوشیمو بیارم گرفتمش بیا برو بگیرش با کلیک راست تکونش بده. خیلی کر میریزه نه؟ همین با شمارش من. ای وای رضا بیدار شد. رضا سلام چرا نمیگیره تو؟ خب گرفت. کرم دایی مسعود آقا بیاین دیگه بیاین. رضا تو هم خماریت پره دیگه بیا پاشو. هنو خمار تاز خمار شد. بیدار نمیشه دیگه همین عکس بگیر. بیدار شد رضا زنده شد. چشاشو نگاه کن مسعود تا بیداره بیا رضا جدی یه دقیقه وایسا خیلی عکس باحالی میشه. میخوام عکس بگیرم تو تست کنیم. نه تو بهتره. همین برو سریع وایسا. گرفتی؟ رضا تقلا میکنی خیلی. ولی ناموسن تو یزد قدی که هوا گرم بود باید یه حالت یه مرحله برمی داشتن برای ما که داخل او گرما بریم جلو. خب برقا رفت 19 کی مسعود پیاده شو مسعود 19 کی پوله ساکت شد. بابا چه اردک پشت سرت مسعود میدونم بریم مستقیم استرکشن. بیاین بریم پلاسک شد 12 کی کوش خاطر میدارم کوش مرد پشتمش. ای قورباغه شیشکی زدی رضا. اللهم نويت اصلي ركعتين سنة العشاء. الله اكبر. عجب قورباغه‌ای. مسعود هم مرد. ای وای اومد رو من. اونجا که نتونستی اینجا حداقل درست بزن. اوه نه سلام رضا. خیر سرم اچپیم شده بود 50. الان اچپیم چنده؟ یک
بیاین اینجا درست میشه. همین بوده تا نمون خیلی خوب دوستان عزیز، ای بابا. خیلی خوب دوستان عزیز، خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. اگه این ویدیو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید و اون زنگوله برام بزنید تا از ویدیو جدید من باخبر بشید. و تا ویدیوی بعدی خداحافظ همگی. آلت F4. خیلی حس خوبی داره وقتی گیم تموم میشه آلت F4 میکنیم. واقعا حس محشریه. سلام دختری. سلام دختری. دیگه این دست نو. همین اینو با دست بگیر بنداز تو دستشویی من در میبندم سیفون میکشم. فقط ولش نکن دستتو، با دست یهو کامل بگیرش بذارش اینجا. ولش نکن. بگیرش. تو بودی؟ تو اون بودی؟ ناموسن تو اون بودی؟ اسکات ساکت شو. این کوره فقط با صدا کار میکنم. اینو چیکارش کنم؟ نمیدونم. بدش تو دستشویی. بیا. بکن تو. اگه من اومدم سمتت، من یه پسر باشم، تو هم یه پسر باشی و تو به من بگی نهنمون میشه که حتی هیچ فرقی نمیکنه. بازم میشه که حتی واسه بزنه کرم داری فرقی نمیکنه، چون که لباس کیوت میپوشن دلیل نمیشه که اون زیرم. دریوسای کثافت بیشرف. مسعود ببین کجایی مسعود من چجور میتونم تو رو بکنم؟ من چه نمیتونم حرکت کنم مسعود من بیام بیرون میکنم. مسعود اومدی بیرون. خب چه نمیتونم بیام؟ من بچه وایسید. بچه من تنها نذارید اینجا. تو رو خدا من چیکار کنم؟ بیا جامپ بزن. بیا جامپ میزنی مگه این؟ آره اسمش بزن. عجب. مسعود بیشرف من بعد کجا وای میسادم پس؟ وای گوسخله. باید بری یه جا قایم شی زیر میز چیزی و نه وسط من بیافتی. بچه همین زنده ای؟ نه. 1 2 3 امتحان میکنیم. 1 2 3 امتحان میکنیم. 1 2 3 الو بچه ها. 1 2 3 صدا میاد. خدا صدا رضا اوکی چت شد تو. نمیدونم صدا نمیاد. بابا اومدم نیدن. گیم اوور. یه دقیقه گیم دوباره چی از اول نداره؟ چرا میره از اول؟ نه چه میگم یه سیوی دیگر بکشیم. نه دیگه سیو نمیشه. بچه ها من نمیتونم بلند شم. فوش
بیا اینجا مسعود خور میام درد نداشته باشه. اوف سلام رضا. شیر بابا همه تو رو میره.